شاید با خودتون فکر میکنید افغانستان کشور فقیریه، اما اگه بدونید که فقط ارزش منابع سنگ‌های قیمتی که توی افغانستان وجود داره چند برابر بودجه کشوری مثل عربستانه، قطعا نظرتون عوض میشه. توی این ویدیو قصد داریم به موضوع منابع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی کشور افغانستان و چالش‌های تبدیل اونها به ثروت بپردازیم. و آخر ویدیو هم یک نکته برای تشخیص این که بفهمید کجاها میشه از این سنگ‌های قیمتی پیدا کرد رو بهتون میگم. با من همراه باشید. اول از همه بذارید درکی درست از ارزش این معادن پیدا کنیم. عدد 3 رو تصور کنید. حالا 12 تا صفر جلوش بذارید. 3 تریلیون دلار. چیزی حدود 10 برابر بودجه سال 2022 عربستانه. بودجه عربستان هم خودش تقریباً 100 برابر بودجه افغانستانه. این میزان پول فقط ارزش تخمینی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستانن. اما برداشت حتی مقدار کمی از این رقم هم به همین سادگی ها نیست. استخراج سنگ‌های قیمتی توی افغانستان یک فرآیند پرخطر و پیچیده است، چون به دلیل جنگ سرمایه گذار درست و حسابی نمیاد سرمایه گذاری کنه و به همین علت هم استخراج این سنگ‌ها به شکل سنتی و قدیمی انجام میشه. یکی دیگه از اساسی ترین مشکلات برای سرمایه گذاری جدای از امنیت و مدیریت ضعیف اینه که معادن سنگ باید نزدیک جاده‌ها و راه آهن باشن تا سنگ‌ها رو بشه حمل و نقل کرد. اما به علت کوهستانی بودن افغانستان راهسازی توی این کشور با چالش مواجه شده و همین علت هم در عدم سرمایه گذاری نقش زیادی داره. چون سرمایه گذاری تو این معادن وجود نداره، از همون اول مردم خودشون برای استخراج از این معادن دست به حفاری تونل هایی زدن و کسانی که الان برای استخراج میرن معمولا این تونل های قدیمی رو گسترش میدن. اما فکر نکنید کار ساده ایه، چون اکثرا با ابزارهای ابتدایی باید این کار رو انجام بدن، اونم تو ارتفاعی از کوهها که اکسیژن رقیقه و تازه باید وارد تونل ها هم بشن که وضع اکسیژن خیلی بدتر میشه، چون طول برخی از این تونل ها به صدها متر هم میرسه و باید برای تنفس از شلنگ استفاده کنن. گسترش تونل ها فقط از طریق بیلوکلنگ نیست. گاهی وقتا برای گسترش تونل ها از دینامیت هم استفاده میکنن. افغانستان چون سالها درگیر جنگ بوده، پیدا کردن دینامیت اینجا زیاد مشکل نیست. اما این کار خطرناکیه، چون تونل ها بدون ضابطه خاصی گسترش داده شدن و استفاده از دینامیت ممکنه باعث ریزش کلیشون بشه. مثلا در سال 2019 یکی از تونل ها ریزش کرد و حدود 30 نفر کشته شدن. از لحاظ اقتصادی هم بازدهی کمی داره، چون باعث میشه سنگ‌های قیمتی خورد بشن و اونهایی هم که سالم میمونن رگه های ترک توشون دیده میشه و قیمتشون افت میکنه. اما چاره دیگه ای نیست. آخر ویدیو نکته ای رو میگم که باهاش میتونی بفهمی یک منطقه از این سنگ‌های قیمتی داره یا نه. پس با ما همراه باشید. درآمد معمول کسانی که استخراج سنگ میکنن به طور متوسط و تقریبی بین 100 تا 150 دلاره که توی افغانستان از متوسط درآمد بیشتره. سنگ‌های زمرد و یاقوت سرخ ارزش بیشتری دارند و سنگ‌های قیمتی محسوب میشن و سنگ‌های لاجورد و تورمالین هم درجه بعدی هستند و سنگ‌های نیمه قیمتی محسوب میشن. اما از کجا میشه تشخیص داد که اون مکان مورد نظر سنگ قیمتی داره یا نه؟ قبل از اینکه این نکته رو بگم لطفاً برامون کامنت کنید که به نظر شما چه دلایل دیگه‌ای موجب میشه کشورهایی که از لحاظ معادن و منابع ثروتمند هستند بعضاً وضعیت اقتصادی خوبی نداشته باشن. حالا بریم سراغ نکته‌ای که تو پیدا کردن سنگ‌های قیمتی میتونه به شما کمک کنه. وقتی توی منطقه‌ای سنگ‌های سفید با لکه‌های سیاه پیدا بشه، مثل این تصویر، احتمال این که توی اون منطقه سنگ‌های قیمتی باشه زیاده و جاهایی هم که تو سنگ رگه‌های زرد و نارنجی باشه نشون دهنده سرد شدن مواد مذابه و احتمالاً اونجا میشه تورمالین و زمرد پیدا کرد.